بینندگان عزیز سلام. آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان را در برنامه اخبار آزادی پیشنهادتان میکنیم. امروز 16 مارس است و نخست نگاهی میاندازیم به سرخط موضوع. وکیلان دفاع ورزشگری توجیک چهارشنبه با اشاره به نظر کارشناس روس عیبنامه را نسبت او ضعیف میشمارند. باران‌های سخت روزهای گذشته در تمام قلمرو تاجیکستان خسارات زیادی از جمله تلفات جانی در پی داشته است. اسپر نکردیم خیلی چیزا بود این خشمان هم تگ آبمون. شارحان تاجیک میگویند بعد انتقال قدرت از پدر به پسر در ترکمنستان احتمالاً در تاجیکستان نیز از این تجربه استفاده خواهد شد. بعد از ترکمنستان باید که نوبت به تاجیکستان باشد. وکیلان دفاع چهارشنبه ورزشگری محاربه‌های آمیخته بعضی جزئیات پرونده او را توضیح دادند. به گفته آنها دلیل اساسی مقامات سخنرانی چهارشنبه است که در آخر ماه نوامبر ثبت شده بود. مقامات میگویند ورزشگر در این نوار با ذکر بر ضد بی‌عدالتی برخیزید به سرنگونی حاکمیت دعوت کرده است. اما یک استاد دانشگاه از روسیه گفته است حرفهای چهارشنبه چنین معنا را نداشت. تفصیلات در گزارش مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی. قریب 3 ماه است که این وکیلان دفاع تلاش دارند از چهارشنبه حمایت کنند. شخصی زیر حمایه آنها برای دعوت به سرنگونی حاکمیت محاکمه می شود. دلیل اساسی مقامات پیام ویدیویی چهارشنبه است که در آخر ماه نوامبر سال گذشته ثبت شده است. یک سیاستشناس از دوشنبه خلاصه داده است که چهارشنبه در آن با ذکر دعوت میکنم که در مقابل بی‌عدالتی برخیزید به سرنگونی حاکمیت دعوت کرده است، اما وکیلان دفاع این تفسیر را قبول ندارند. خلاصه سیاستشناس جای دارد، لیکن اساس نکنی این خلاصه در خلاصه ما دیده نتوانستیم و برای همین هم به سو دعوت کرده شده بود. این متخصص ما سوالهای خود را پیشنهاد کردیم. باوری داریم که اون سوال و جوابهایی که در مرافعه سودی گذشت در خانه مشورتی از جانب سود بها داده می شود. وکیلان دفاع از آغاز طلب داشتند که به خاطر با زبان روسی بودن سخنرانی نوارهای چهارشنبه را نه سیاستشناس بلکه متخصص زبان روسی سنجد. این خلاصه 2 روز پیش به دادگاه پیشنهاد شد. یلیزاوتا کالتونووا استاد انستیتوت فیلولوژی و ژورنالیستیک دانشگاه نیژگورودسک برعکس آن چیزی را گفته است که سیاستشناس در دوشنبه نتیجه گیری کرده بود. در اساس خلاصه مذکور آمده است که در متن فایل ویدیویی از سال 21 ژانویه سال 2021 و 29 نوامبر سال 2021 در اظهارات بحث برانگیزی چهارشنبه علامت‌های پسیخولوژی لینگویستی دعوت‌ها به صادر نمودن هر گونه عمل‌های دارای خصوصیت زوراوری از جمله دعوت‌های وابسته به هر گونه تغییرات در جمهوری تاجیکستان وجود ندارد. در مرافعه روز 14 مارس بر سر همین نکته میان وکیلان دفاع و عیبدار کننده دولتی بحث زیاد جریان گرفته است. در نهایت دادرس یا سودیه تصمیم میگیرد که حق به کدام جانب است. چهارشنبه 31 دکمبر سال گذشته بعد اخراج از روسیه در دوشنبه بازداشت شد. مقامات در آغاز علیه او با اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی و دعوت به سرنگونی حاکمیت پرونده باز کردند. اتهام اول حالا بیکار شده است. رو می‌آوریم به موضوع دیگر. در چند روز اخیر ساکنان تاجیکستان بار دیگر شاهد بارشات زیاد و آمدن سیل و فرآمدن ترمت در راه‌های ماشین‌گذار شدند. از نامساعدی هوا نه تنها باشندگان مناطق مختلف کشور بلکه ساکنان شهر دوشنبه نیز زیان دیدند. ضرردیدگان خواستار کمک‌های فوری‌اند. مقامات میگویند فعلا خسارات مالی حساب و کتاب نشده است، ولی نجات دهندگان پیوسته به کمک ساکنان در جای حادثه می‌شتابند. ادامه در گزارشی علیشیر ظریفی و براد یوسفی. 4 روز قبل حولی کوچک شراف‌الدین خولوف ساکن 48 ساله شهر دوشنبه دیگر بود. باران با شدت می‌بارید و حولی کل رو می‌ماند. بعد مدت کوتاه منزلش خراب و برای زندگی خطرزا شد. در خانه قطع عالم بوده. شتابدیم گودکا قطعی. یک خیردیم که آب پوش شده. اسپر نکردیم. خیلی چیزا بود این خشمان
هم تگ آب ما زندگی کردن نمیشه. کودکان ما بودیم یک خانه بیگانه در 6 دن. همه چی موندم، مکتب ما کار موندیم. در کوچه حبیبالله نظرف شهر دوشنبه پس از باران‌های سخت به چند خانه آب داخل شده است. حجرخونه پر شد، درون ماشین کم پر شد، گلکان تلخکف شدن، اوچکتن دیوال میگرده، مایل آونه که دیوال میگرده. دیوالم به همرام گشتگی نیمه های. ای بالای خانه ما جواری کلان میزگره. همه پال خانه ما فرامد جوار. ای تگ زمین کفیده خانه درآمد او. 7-8 سال شده همین خانه ایم، همین جوار کانال که آب که به پشت خانه میره همین ده فقط ضرر میرسون. 3 ماه زمستون 2 سال پیش به تای جگه خام به تای خانه آب رفتگی. باران‌های سخت روزهای گذشته در تمام قلمرو تاجیکستان خسارات زیادی از جمله تلفات جانی در پی داشت. کمیته حالت‌های فوق‌العاده میگوید در شهر ترسونزاده 2 جوان زیر سیل مانده جان دادند. در شهرهای خاروغ مرغاب ماشینی باربری را ترمه پخش کرده پدر و پسر را کشته است. شبانه روز گذشته در حدود مملکت ما در حدود ناحیه‌های قسمت غربی ولایت مختلف کوهستانی بدخشان فرآمدن سنگریزیش و از آن جمله آمدن ترمه مشاهده کرده شد. در ناحیه لخش در نتیجه بارشات پرشدت فرآمدن سنگریزیش و در ناحیه نورآباد فرآمدن یرچ. غیر از این در ناحیه توجیک‌آباد هم در نتیجه بارشات شدید فرآمدن ترمه به قید گرفته شد. در جنوب شمال کشور سطح آب رودخانه‌ها بالا رفته است و کشتزار و خانه‌های مردم ضرر دیدند. در تاجیکستان که یک کشور آسیب پذیر در برابر فلاکت‌های طبیعی است، تنها از آغاز سال 300 ترمه فرآمده است. سال گذشته در 52 فلاکت طبیعی 42 نفر قربان شدند و کشور 140 میلیون سومانی ضرر دیده است. سفارت آمریکا در دوشنبه از حکومت تاجیکستان خواسته است که دسترسی پررأی مردم ولایت مختار کوهستانی بدخشان را به اینترنت تامین کند. ساکنان شهر خاروغ و اطراف آن از ماه نوامبر سال 2021 تا این دم از اینترنت محرومند. سفارت امروز در اعلامیه گفت از محدودیت اینترنت در ولایت نگران می باشد. این عمل امکان دسترسی ساکنان ولایت را به اطلاعات، پیش بردن تجارت و آزادی بیان تحت تاثیر قرار داده است. از حکومت تاجیکستان دعوت میکنیم که به آزادی بنیادی احترام گذارد، گفته شده است در اعلامیه. برنامه اخبار آزادی رو ادامه میدیم. کمیسیون مرکزی انتخابات ترکمنستان نتیجه های انتخابات پرزیدنتی روز 12 مارت را اعلام کرد. بر اساس اعلان این کمیسیون، سردار بردی محمدوف پسر رئیس جمهوری فعلی ترکمنستان رهبر نوی این کشور انتخاب شد. هرچند یگان انتخابات در ترکمنستان آزاد و دموکراتی اعتراف نگردیده است. در تاجیکستان که شباهت‌های زیادی با ترکمنستان دارد، تحولات اخیر را با دقت پیگیری می‌کنند. گزارش مولا رجب یوسفی و نگاره فضل‌الدین در همین باره است. قربانگلی بردی محمدوف کرسی پرزیدنتی را در ترکمنستان خالی کرد. به جای او پسرش سردار آمد. این خبر در تاجیکستان با دقت تمام پیگیری می شود، زیرا کارشناسان همین گونه سناریو را در اینجا پیش بینی می‌کنند. با فکرم که اکنون بعد از ترکمنستان باید که نوبت به تاجیکستان باشد، چون در تاجیکستان هم این سخم، این نقشه علاقه طرحریزی شده ایستاده است و باید که در طول سالهای نزدیک باید که این حالت را در تاجیکستان هم مشاهده کنیم. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان با فرستادن یک برقیه سردار بردی محمدوف را تبریک کرد. تحلیلگرانی نزدیک به مقامات هم پدیده انتقال قدرت از پدر به پسر را مثبت می‌دانند. سیف الله سفروف سابق معاون مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت میگوید چون این کار در آذربایجان نتیجه های خوب آورد. همه این یک منطقی به خود خاص دارد. البته منطقی آن این است که در آسیای مرکزی تاثیر عرف و عادت و عنعنه‌های زمانی فئودالیسم هم خیلی زیاد هستند و آنها هم
ба равандҳои сиёсӣ таъсир мегузоранд. аз ҷумла ба фарзандон додани ҳокимият. بعضی از کارشناسان فرصت واقعه را مهم می‌دانند و به جنگ در اوکراین بستگی می‌دهند. برخی دیگر با واقعه‌های اول سال در قزاقستان. Конечно, все это связано с событиями в Казахстане. албатта ин ҳама ба вазъ дар қазоқистон рабт дорад. мо мебинем ки ҳоло клани президенти якум Нурсултон Назарбоев зери фишор аст. ин натиҷаи он аст ки ҳоло қудрат дар дасти нафаре аст ки аз клани вай нест. ин вазъи пешомада онҳоро дар ҳарос гузошт. низомҳои мо низомҳои инфиродӣ ва қавмӣ ҳастанд, яъне талош мекунанд хешу таборашонро ба қудрат наздик кунанд, назорат мебаранд ки ба манфиатҳои хонавода авлавият дода шавад. تحلیلگران بر اینند که در دوشنبه هم به نمونه ترکمنستان و آذربایجان آمادگی میگیرند. آنها در بین این سه کشور مانندی‌های زیاد میبینند. در آسیای مرکزی فکر کنم که این تجربه از ترکمنستان دیده پیشتر در تاجیکستان شروع شده بود و طول 4-5 سال اخیر رستم امامعلی را برای رسیدن به مقام بلند تیار میکردند و از این در ساختارهای گوناگون به حیث راهبر میگذاشتند تا تجربه گیرد و به همین وسیله تیاری بیند. رستم امامعلی پسر رئیس جمهوری فعلی 34 سال دارد و رئیس مجلس ملی پلاتای بالای پارلمان است. عملاً رهبر دوم کشور که در صورت استعفا یا فوت پرزیدنت میتواند جایگزین او شود. ترکمنستان با وجود کشور سرشار از نفت و گاز بودن از فقیرترین کشورهای منطقه است. تا آنجا که مردم غذای کافی ندارند، اینچنین ترکمنستان از نظامهای خودکامه‌ترین در جهان است که در ریتینگ‌های وابسته به آزادی بیان در قطار کره شمالی است. حالا این همه مشکل از قربانگلی بردیمحمدوف به پسرش میراث میماند. اگرچه سردار بردیمحمدوف وعده اصلاح را داده است، ولی برخی ها به تغییر افزا شبهه دارند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه. این بود قدم‌های اولی تشکیل سلوله‌ی رهبری در ترکمنستان. اما در قزاقستان روز چهارشنبه پرزیدنت قاسم جومارت توقایف در پیامش به مردم ابراز داشت که در این کشور اشغال منصب‌های بلند از طرف خویش و نزدیکان رهبری دولت باید منع شود. به گفته توقایف، رهبری دولت باید کفیل امکان برابر برای همه شهروندان باشد و از این رو خویشاوندان پرزیدنت کشور نباید در مقام‌های بلند سیاسی و دولتی و رهبری شرکت‌های نزدیک به دولت سهم بگیرند. با اشاره به ناآرامی‌های ماهی انور قزاقستان، توقایف گفت نیروی اسدزی و در دست رهبری دولت، نزدیکان او و شرکت‌ها و به اصطلاح اولیگارخ‌های نزدیک به رهبری دولت را به حد و اندازه قدرتمند می‌کند. پیشنهاد دیگری توقایف این بوده است که در چارچوب اصلاحات دولت صلاحیت زیادی پرزیدنت قزاقستان کاهش یابد. یک خواننده صنف هشتم در شهر بختر که به قول نزدیکانش چند روز اخیر در مارشروفکا یا آمادگی به چوره‌بین‌های نوروزی اشتراک داشت، از بیماری شش و تب بلند درگذشت. پیوندانش گفتند شهناز سفر و مشکل شش داشت و روزی 14 مارس از تب بلند شکایت کرده دیروز در بیمارستان جان داد. در مکتب رقم 15 شهر بختر اشتراک دختر را در مارشروفکا تصحیح کردند، ولی گفتند در باره بیماری او هیچ اطلاع نداشتند. این شب روز در شهر بختر مرکز ولایت ختلان و نویه جلالدین بلخی آمادگی به جشن نوروز جریان دارد و سفر رئیس جمهور به این منطقه در نظر می باشد. بینندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر که ما را همیشه همراهی میکنید. خبرگزاری‌های بیشتر از این رو میتوانید در وبسایت و صفحه‌های رادیوی آزادی در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید و تا برنامه‌های فردا خود را احتیاط نمایید و خدا نگهدار هر یک شما عزیزان باشد.